وقتی دما به قعر میرسد و برف افقی میتازد، درک ترمودینامیک احتراق دیگر یک کنجکاوی بی اهمیت نیست. این مرز باریک بین نفس کشیدن و تسلیم شدن است. موتور درونی شما بیوقفه گرما را به دل سرمای گزنده میپراکند. هر سطح یخی که لمس می‌کنید، چه زمین پوشیده از برف باشد، چه سنگی یخزده، گرما را از طریق رسانایی می‌مکد و نیروی حیاتی شما را تحلیل می‌برد. این یورش گرمایی بی‌امان توضیح می‌دهد که چرا روش‌های سنتی روشن کردن آتش محکوم به شکست هستند. هوا سنگین از رطوبت است و سوز سرمای طاقت فرسا همچون دشمنی بی‌امان عمل می‌کند. مثلث آتش شامل گرما، سوخت و اکسیژن مفهومی است که در همه جا شناخته شده است. در دل کولاک، محیط اطراف حمله مستقیم را علیه عنصر حیاتی گرما آغاز می‌کند. پوشش برف همچون یک جاذب عظیم گرما عمل می کند، یک خلأ حرارتی که انرژی جرقه نوپا یا شعله کوچک شما را می بلعد، مدتها قبل از آن که بتواند بگیرد و به آتشی خودسوز تبدیل شود. مبارزه اصلی شما شامل محافظت از هسته آتشتان در برابر قلمرو یخی است که قصد خاموش کردن آن را دارد. بنابراین راهبرد شما برای حفظ آن گرمای نوپا چیست؟ رویکرد شما با زیرسازی دقیق آغاز می شود، نه صرفاً با روشن کردن یک شعله. مهلکترین و فاجعه بارترین خطا ساختن آتش مستقیما روی برف است. این یک تله مرگبار است. لحظه‌ای که شعله شما گرما ساطع می کند، فرایند ذوب شدن توده برف زیرین را آغاز می کند. این فرایند مخزنی از آب سرد را تشکیل می دهد که بالا می آید، هیزم شما را خیس می کند و اخگرهای با ارزش شما را از زیر خاموش می کند. شما ناخواسته خود تخریبی آتشتان را رقم زده اید. چاره در ایجاد یک مانع محافظ است. آتش برافراشته ساختاری است که مواد سوختنی شما را از برف جدا می کند. برای این کار برگ برنده شما چوب تازه و سبز است. رطوبت ذاتی آن را در برابر شعله‌های آتش مقاوم می‌سازد. چند کنده یا شاخه سبز بیابید، هر کدام به ضخامت مچ دستتان. آنها را محکم و فشرده روی برف بچینید. آنها را محکم فشرده کنید تا پایه‌ای تسلیم ناپذیر و استوار بسازید. این پایه آتش شما را عایق می کند، جلوی فرار گرما به سمت پایین را می گیرد و آن انرژی گرانبها را به سمت آسمان باز می گرداند. دقیقاً همان جایی که برای چنگ زدن به زندگی به آن نیاز مبرم دارید. چون این زیرساختی سنگ بنای مطلق برای هر آتش زمستانی پیروزمندانه است. وقتی سکوی شما محکم و استوار شد، جستجوی بعدی شما یافتن ماده آتشزای مناسب است. هر چوب کهنه‌ای به سادگی به کار نمی آید. شاخه‌هایی که به زمین جنگل افتادند تقریباً به طور قطع غرق در رطوبت هستند. تلاش برای روشن کردن چوب مرطوب اقدامی است که فقط یک نادان به آن دست می‌زند. مصرف عظیمی از انرژی لازم است تا رطوبت داخلی آن تبخیر شود قبل از اینکه چوب حتی بتواند شروع به سوختن کند. چون این انرژی یک تجمل است که به هیچ وجه نمی‌توانید آن را هدر دهید. هدف شما یافتن چوب مرده است که هنوز ایستاده است. به دنبال درختانی بگردید که مرده‌اند اما هنوز سر پا ایستاده‌اند، خشکیده از بادهای سرد. بهتر از آن، نگاه خود را به قسمت‌های پایین‌تر درختان همیشه سبز و سرزنده معطوف کنید. آنجا شاخه‌های بیجانی را خواهید یافت که از نور محروم ماندند، زیر سایه‌سار انبوه برگ‌ها. این دوست من همان چیزی است که ما آن را چوب طوفان می‌نامیم. اینها از گزند عوامل طبیعی در امان ماندند و با صدایی ترد و مشخص می‌شکنند، نشانه‌ای واضح از خشکی مطلقشان. با این حال حتی همین چوب مرعوب نیز پوسته‌ای مرطوب دارد. بنابراین ناچارید آن را آماده سازید. با تیغت پوست مرطوب و چوب بیرونی را بتراش. به تراشیدن ادامه بده تا به مغز چوب خشک و کمرنگ برسی. این پیچک‌های ظریف و چوب‌های پرمانند آتش‌زنی تو خواهند بود. دسترسی به این مغز خشک پیش نیاز مطلق برای شعله‌ور شدن موفقیت آمیز است. پایه عایق بندی شده‌ات آماده است. سوخت خشک شده‌ات در انتظار است. لحظه آن جرقه حیاتی فرا رسیده است. فندک بوتان را کنار بگذار. اینجا بیفایده است. وقتی دما به شدت افت می کند، بوتان مایع به سادگی نمی تواند فشار بخار کافی برای اشتعال به عنوان گاز تولید کند. سرنوشتش این است که به تو خیانت کند.
راه حل مطمئن اشتعال تو در یک میله فلوسریوم نهفته است. این وسیله بدون نقص کار می کند، فارغ از آنچه دماسنج نشان می دهد. یک ضربه سیلی از جرقه ها را آزاد می کند که هر کدام با حرارت سوزاننده 3000 درجه فارنهایت می سوزند. این گرمای متمرکز و سوزاننده دقیقاً همان چیزی است که برای غلبه بر سرما و شعله‌ور کردن بسته آتشزنه تو لازم است. در نهایت چیدمان سوخت تو از اهمیت بالایی برخوردار است. از چیدمان سنتی چادر سرخپوستی دوری کن، چون این چیدمانی به طرز بدنامی مستعد فروپاشی است. در عوض یک ساختار آتش وارونه را انتخاب کن. با قرار دادن بزرگترین کنده های سوختت مستقیما روی سکو شروع کن و یک پایه محکم ایجاد نما. بالای این لایه‌ای از کنده های کوچکتر را بچین که عمود بر لایه اولیه باشند. به روی هم چیدن ادامه بده، به تدریج اندازه هر لایه بعدی رو کاهش بده تا زمانی که آتش زنه و بستش قله رو تاج گذاری کنه. نخستین جرقه تو دوزک را از بلندترین قله‌اش برافروخته می‌سازد. همچنان که شعله‌ها می‌برند، لایه‌های زیرین را به آرامی می‌افروزند و الوارهای ستبر را با آبشاری بی‌امان از پاره‌های گداخته فرو می‌ریزند. حاصل شعله‌ای استوار و پایدار است که هرگز در برابر فروپاشی در گستره یخبندان تسلیم نمی‌شود. با این دانش هولناک از کیمیای سوختن در سرما، اکنون نیروی دهشتناکی در چنگ توست تا برهوتی یخزده را به چشمه‌ای جوشان از گرمای حیات بخش بدل کنی.